سلام دوستان و همراهان عزیز، به 8مین جلسه آموزشی نطق‌خوانی و صداسازی میران آکادمی خوش اومدید. امروز اومدیم میزان 2-4 رو برای شما معرفی کنیم. 2-4 به این 4 فعلا کاری نداریم. 2 این یه ضرب بود، اینم یه ضرب، میشه چی؟ میشه 2 ضرب و اینم همون 2 ضربه. اینا خطوط میزان هستن. خطوط میزان خطوطایی هستن که تقسیم بندی نوت‌های ضربدار رو بر عهده میگیرن. همراه ما باشید، هم برای خوانش نوت‌ها و هم برای اجرا روی پرفکت پیانو. دو ره می ره دو، ره می فا می ره، می فا سول فا می، فا سول لا سول فا، سول لا سی لا سول. دو ره می ره دو، ره می فا می ره، می فا سول فا می،